با سلام، من یاسر هستم و در این کلیپ میخوایم منوی ستاپ دستگاه نسبت تبدیل ترانس برند تتیس اینسترومنت و مدل 2793A رو بررسی کنیم. برای این کار دکمه ستاپ رو میزنیم. من دوباره از اول منوها رو میزنم که دیده بشه: ترافو، دیتا، اینپوت و ستاپ. جواب این گزینه ستاپ کلاک هست یا تنظیم ساعت سیستم. میتونید با گزینه ادیت وارد بشید یا با فشار دادن روی جویستیک. اینجا داره تاریخ سیستم رو نشون میده: 11/8/2024 و ساعت 6:13 صبح. خب میخوایم تغییراتی بهش بدیم. روی گزینه که در واقع به این شکل هایلایت شده، اگر ما جویستیک رو بچرخونیم میتونیم سال رو عوض بکنیم. یک بار که اینتر بکنیم میریم روی تنظیم ما، دوباره در ما هم میتونیم اینو تغییر بدیم. همینطور برای روز، ساعتش از نوع 24 ساعته هست، یعنی 3 بعد از ظهر رو 15 خید میکنه و دقیقه و بعد تمام. این تنظیم ساعت و تاریخ سیستم. گزینه دوم سلکت استاندارد هست. این دستگاه 3 استاندارد رو ساپورت میکنه برای تست: استاندارد IEC، استاندارد ANSI و استاندارد استرالیا، که متناسب با اون استانداردی برای مشتریمون برای تست ترانس هامون در اون کشوری که مقصد هست استفاده خواهد شد. این استاندارد تست رو باید تعریف بکنیم. گزینه بعدی مربوط به ترمینال های ارتباطی هست: RS232 ترمینالش و نحوه ارتباطش. این رو بعداً توضیح میدیم. گزینه بعدی ارتباط با پرینتر هست که میتونید از ارتباط پارالل استفاده بشه یا از ارتباط سریال. 2 تا پورت روی دستگاه داریم که میتونیم این رو تعریف بکنیم. اینجا پورت پرینتر پارالل موازی، پورت پرینتر سریال یا 232 و این هم برای رابطه تپ چنجر ها هست. خب این رو هم خارج میشیم و آخرین گزینه، یکی مونده به آخر، زبان هست. زبان های دستگاه میتونه انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، اسپانیایی و ایتالیایی انتخاب بشه. انگلیسی میگذاریم. و آخرین گزینه در صفحه اول این قسمت تنظیمات کنتراست هست. در اینجا میتونید کنتراست تصویر نمایشگر رو تغییر بدید. همین زیاد میکنیم اونقدر کنتراست یا ضریب تاریکی به روشنی اونقدر زیاد میشه که صفحه تقریبا کدر میشه و حاله نمایشگر هم دیده میشه. تا جایی باید بیایم که صفحه واضح باشه و این حاله دور وجود نداشته باشه. انتخاب میکنیم. این تنظیم رو بعدا در قسمت اطلاعات ترانس توضیح خواهیم داد. ممنون که وقت گذاشتید و این کلیپ کوتاه رو تماشا کردید.